یک حاکمیت، یک دولت با کفر پابرجا است و با ظلم نه. یعنی این معنی روایت چی است؟ مشکلی رحمانوف در نماز نخواندن و در مسجد نرفتنش نیست، در دزدیش است، در غارتگریش است. Якум саволи ман финанс бояд чикор кард? Ягон революция бе финанс намеша. Мо парокандаем. Бе финанс якум кор буд намеша. Ин савол ҳамаи гурӯҳҳо якҷоя кай мешаванд? Сеюм савол баъд сеюм ба худ Муҳаммад Иқбол ҳами як одаме ки майнушай бенамоз аст барои ӯ овоз додан چی اجر میگیره آدم؟ بله برادر 100% پیام شما رسید، سوال شما رسید و مفهوم سوال شما را گرفتیم. دو سوال با استاد، یک سوال با ما فهم شد. بله استاد بفرمایید. تمام شد. مولانا محمد اقبال اگر چه من ریش ندارم اجازه بده تا سوال بعد جواب کنم. من در این مسئله سوال سیم شم اول یک چی بگم. اینا فکر میکنن که من که ریش ندارم دیگه باید سوال از جواب بگیرم بپرسن. بله استاد. ببین برادر عزیز، در روایت ها هست که حتی یک حاکمیت، یک دولت با کفر پابرجا است و با ظلم نه. یعنی این معنی روایت چی است؟ حالا دوستان باید ببینن که این حدیث ضعیف است، حدیث صحیح است یا نه، یا که روایت است. یعنی یک حاکم اگر کافر هم باشد ولی اگر عادل باشد، حاکمیت، ثبات، رشد پابرجا هست. وقتی که شما میره در انتخابات رای میده، حالا شاید که نامزد نمازخوان نیست، مسجد نمیره، اصلا شاید مسلمان نباشد. مثلا یک هموطن ما مسیحی است یا زرتشتی است یا اصلا اتئیست است، میخواد که پرزیدنت شود، نماز نمیخواند، شراب هم نمی‌نوشد، ولی یک آدمی دزد نیست، با وجدان هست و شاید از بین همون نامزدها حتی در اون چند تا نمازخوان دیگر هم هست ولی دزد هست، غارتگر است، مسلمان است ولی آدمی پاک نیست. شما وظیفه دارید از نگاه دولتداری و سیاسی و حتی دینداری، چون مسئله دیگه دینی نیست، مسئله جامعه داری و دولتداری است، به یک انسانی سالم و یک انسان درست آواز بگیرید. یعنی اینجا مسئله دیگر فقط اینجا مشکلی رحمانوف در نماز نخواندن و در مسجد نرفتنش نیست، در دزدیش است، در غارتگریش است. این در مسئله به این خاطر باید که با اون آواز نجم نروند. اما در مسئله فینانس و انتخابات و انقلاب‌ها اینو برادر عزیز، انقلاب‌های امروزه رو دیگر به فینانس هم میشن. مردم قرقیز در یک شب انقلاب کرد، چند تا فینانس داشت. طول تاریخ تاجیک‌ها به هم پایلوچا کاوه آهنگر یک آهنگر بود، انقلاب کرد بر ضد ضحاک. واسه انقلاب کرد، خب دیگر موفق نشد ولی مبارزه شد بود، یک جوازکش بود. خب چرا ما در این شب و روز فقط بگیم که با فینانس میشود انقلاب کرد و مبارزه کرد؟ بله دولت رو بعد از انقلاب با فینانس و با مالیه میشود اداره کرد. این مسئله دیگر است انشاءالله که اوناش هم دیگر پیدا میشود. من گفتم از کجا پیدا میکنید، از همون صورت حساب‌های افشاری رحمانوف. اما در مسئله گروه ها برادر عزیز، ما نباید منتظر شویم که کی همه گروه ها جمع میشوند در یک اتحاد و بعد مبارزه را دوام کنیم. همین وضعیت امروزمون خیلی خوب است. همه گروه ها شرط نیست که در یک جا جمع شوند و اصلا جمع هم نمیشوند. من از سال 2016 وقتی اروپا اومدم با دادا جان عطاالله ملاقات کردم، با بچهای گروه 24 ملاقات کردم، با همه چند مرتبه با کسی که در اروپا بود ملاقات کردم. همون گروه مقداری که آماده بودن برای همکاری و یکجا رفتن، امروز پیمان می رو تشکیل دادیم. الحمدلله که برادران گروه 24 هم مبارزه‌شون بوده ایستادن. مهم که اختلاف نباشد، مهم که ضدیت و دشمنی نباشد. اونه که ما در یک جا همراه هستیم و نیستیم این مسئله چندان مهم نیست. ان شاءالله در اون هدف اساسی همه با هم هستیم. اون پیروزی کشی در سر یک میز خواهیم شش ان شاءالله.